همیشه یه چیز خیلی برام عجیبه. چرا واسه همه وقت داریم، حوصله داریم، انرژی داریم، ولی نوبت که به خودمون میرسه همیشه خسته‌ایم. یه روز یه دختری بود خیلی مهربون، از اینایی که هوای همه رو دارن، همه روشون حساب میکنن. یه گوشه خوب برای وقتی که حالت خوب نیست و میخوای حرف بزنی. یه همراه خوب وقتی تو انتخابات مشکل داری. یه نفر که اگه تو جمع نباشه همه دلگیر میشن ازش. ولی وقتی نوبت به خودش میرسید میگفت حالا وقت نیست، بعدن. مدام بعدن. تا اینکه یه روز تو مسیر برگشت از خرید وسط خیابون وایساد. یه لحظه فقط وایساد. صدای بوق ماشینا میکوبید تو سرش. ولی اون فقط به آسمون نگاه کرد و فکر کرد من آخرین بار کی برای خودم کاری کردم؟ هیچ یادش نیومد. نه قهوه‌ای که با خیال راحت بخوره، نه قدمی که فقط بر دل خودش بزنه، نه حتی یه نه که به دوستاش بگه و برای آرامش خودش گفته باشه. اون شب یه کار متفاوت کرد، ولی به جای شستن ظرف آخر شب نشست رو مبل، یه چای ریخت، آهنگ گذاشت و با خودش گفت دنیا اگه یه شب منتظر بمونه چیزی نمیشه، ولی من اگه بازم خودم عقب بندازم دیگه چیزی ازم نمیمونه. میدونی چیه؟ ما همش میخوایم بشیم بهترین پدر مادر، بهترین همسر، بهترین فرزند، بهترین دوست، ولی کاش یادمون نره بهترین همدم خودمونم باشیم.